خب دوستان عزیز یه بار دیگه چک کنیم صدا تصویر اوکی هست دیگه. صدا و تصویر خیلی ممنون. بریم جلوتر. خب بچه‌ها دو سه صفحه بریم جلوتر. فهرست مطالب اومده. فهرست مطالب رو اینجا میتونید ببینید. 6 فصل اول مربوط به انتقال حرارت هدایتیه. 2-3 فصل بعدش انتقال حرارت جابجایی دارید می‌بینید. فصل 7 و 8 و 9 جابجایی و فصل 10 مبدل، فصل 11 هم تشعشع، فصل آخرم جوشش و مایع. این که کدوم فصل مهمتره، کدوم فصل بیشتر سوال میاد، به نظر من یه حرفه‌ای هیچ وقت دنبال این مباحث نمیره، چون هیچ جا سازمان سنجش قسم نخورده که اگر از مبحثی همیشه سوال زیاد میدادیم حتما در کنکور بعدی هم سوال زیاد میدیم. شما وقتی شروع میکنید درس خوندن خودتون این ماجرا رو متوجه میشین که هیچ قانون خاصی وجود نداره که بگیم آقا حتما چون اینجا تا الان زیاد سوال اومده فلان جا در کنکور بعدی هم حتما زیاد سوال میاد. بنابراین حرفه‌ای‌ها کامل همه مباحث رو میخونن. حالا افراد خاص داریم که با توجه به حالا با توجه به کم وقتی که دارن حالا میشه کارایی کنن، ولی کسی که از الان اومده نشسته داره میخونه باید همه جا رو بخونه. همون ماجرا است که گفتم یکم بیرون جلوتر فشار درس‌ها زیاد میشه، باید اینو بدونید و این فشار زیاد شدن برای بعضیا باعث میشه که برن به سمت این حرفا تو این گروهات یا این صفحات اجتماعی، گروهای تلگرامی، بگردن دنبال این جدولا که ما خودمون تو کانال خودمون و سایت خودمون داریم که آقا هر فصل در سالهای مختلف چند تا سوال اومده. بچه‌ها من وبکمم اگر روشن نمی‌کنم به خاطر اینه که همینجوری سرعت اینترنت خودتون میدونید چه خبره. اونم اگه روشنش کنیم احتمال اینکه برای بعضی از بچه‌ها که اینترنتشون ضعیف‌تره احتمال اینکه خراب بشه صدامون زیاده. همین خاطر من وصیت می‌کنم وبکم رو روشن نمی‌کنم و همینجوری فقط صدای من میشنوید. داریم توی کانالمون توی سایتمون که از فصل‌های مختلف چند تا سوال اومده. ولی اینو برای به نظر من به عنوان قشنگی و دکور اینا. من خودم شخصا جای شما باشم بخوام کنکور بدم، من خودم دیگه تا ته تحصیلات تکمیلی رفتم و تهش رو دیدم. میدونم که آقا این قصه‌هایی که تو دوران کنکور خوندن پیش میاد یه سری حواشیه فقط که بدونیم اوه این فصله مثلا تو الان 30 تا تست اومده تو 30 سال کنکور، پس حتما یه دونه سوال امسال میاد. بذارین کنار، از حاشیه به دور باشیم، راحت زندگی کنیم، حرفه‌ای زندگی کنیم، همه فصل رو درست بخونیم و از خوندنتون ببینید اگه میخواین، چون بالاخره درس خوندن و کلا کاری که حالت تفریحی ندارن آدم اذیت میکنه دیگه. ولی اگر گوش کنید دوستان، تلاش کنین با درس ارتباط برقرار کنین که ما حالا خدا کمک میکنه این کارو هر سال برای بچه‌ها انجام میدیم و بچه‌ها رو با درس‌ها دوست میکنیم و واقعا اگر ارتباط برقرار کنین کیف میکنین از درس خوندن. یعنی باید جوری بریم جلو تو این چند ماه که کیف کنیم. کی کیف میکنیم؟ وقتی که بفهمید مطلبو و نخوایم فقط حفظش کنیم. هر جایی دیدین الکی داریم یه مبحث رو حفظ میکنیم، یه مطلب رو داریم حفظ میکنیم و تحتوش رو در نیاوردیم، بدونین که خب اون بعدا میتونه پاشنه آشتتون بشه و اذیتتون کنه. بنابراین هر چیزی که میخونین رو بفهم. حالا منظورم اثبات ها نیست، چون بعضی جاها یه سری فرمولای اثبات های طولانی دارن که نه، اونا نه. یه سری جای اثباتا کوتاه ما بهتون میگیم چون به درد میخوره. منظورم اثباتا نبود، مفهوم ماجرا رو. ببین کسی که سراغ مفاهیم میره از درس خوندن لذت میبره. ما تو کلاس هم مفاهیم رو میگیم، درست اسمش کلاس کنکوره، ولی هم مفاهیم توی این کلاس گفته میشه و هم نکات تستی گفته میشه، چیزی که شاید کمتر جایی بشه با هم دیگه اینا رو جمع کرد. تو دانشگاه معمولا فقط میرن سراغ اثبات ها و یه کوچولو مفاهیم، ولی ما تو این کلاس هم مفاهیم رو با شما کار میکنیم و هم تستی کار میکنیم. دوستانتون که سال گذشته کلاس بودن ازشون میتونیم بپرسیم که چقدر بعد از اتمام این کلاس حس خوب از این درست داشتن. پس وای نمیسیم روی این فصل بگیم این انقدر مهمه اون انقدر مهمه. اینا هیچ تضمینی وجود نداره که ازش حتما اونجوری که میخوایم تست بیاد. بنابراین همه جای مطلب رو کامل میخونیم.
دوستان عزیز، فصل 1 رو شروع میکنیم. فصل 1 مون مفاهیم اولیه و موازنه انرژی. یه فصل فوق‌العاده مهم از لحاظ مفاهیم. چرا؟ بچه‌ها تو این فصل یه سری قراردادها انجام میدیم. خیلی هم ساده. خیلی ساده. اگر واقعا دل به کار بدین و چرت نزنین سر کلاس، خوابتون نبره، جایی که نشستین گرم نباشه، پنجره رو باز بذارین اگر میشه، تکونی بخورین، درساتون همینجوری آروم آروم تمامش میرن. مثلا ما تو چند فصل اول انتقال حرارت یه چند تا فرمول اساسی به شما میگیم. با همون چند تا فرمول اساسی شاید 4 5 تا باشه. عمده تستا رو حل میکنیم. حالا میریم جلوتر میگیم. میخوایم بنویسیم چیزایی که من میگم، که میگم آقا فلان اتفاق میفته، بنویسیم بعداً ببینیم اثبات میکنیم به شما یا نه. مثلا 6 فصل اول انتقال حرارت اکثر سوالاش با 4 5 تا فرمول حل میشن. بریم جلوتر نگاه کنیم. مفاهیم اولیه و موازنه انرژی. خود عنوان فصل دارم بچه‌ها خوب حلاجی کنیم، تحلیل کنیم. چرا؟ چون بعداً سر جلسه کنکور مثلا یه تست رو ببینیم، بعد خب موضوع تست رو مشخص کنیم کدوم فصله. پس ما تو این فصل می‌خوایم یه سری مفاهیم بیسیک بگیم که خیلی مهمه، به علاوه موازنه انرژی. رفقا همه میدونن مکانیزم‌های مختلف انتقال انرژی. کاره، شما با کار انجام دادن، هول دادن یه جعبه، با انرژی رو از خودتون به اون جعبه منتقل می‌کنید. که با این کاری نداریم، با این توی ترمودینامیک کار داریم. کار و انتقال حرارت. انتقال حرارت هم مقدارش توی درس ترمودینامیک استفاده میشه، ولی محاسبه کردن مکانیزم‌های مختلف انتقال حرارت برای درس انتقال حرارت. انتقال حرارت چی هست؟ انتقال حرارت انتقال دادن انرژی در اثر اختلاف دما. اختلاف دما رفقا، اختلاف دما یعنی هر وقت بین دو تا چیز، مایع باشن، جامد باشن، هر چیزی باشن، اختلاف دما وجود داشت، 100% انتقال حرارت بینشون رخ میده. حالا برعکسش رو نگاه کنید بچه‌ها. دو تا چیزی که دماشون یکیه، انتقال حرارت بینشون صفره. با همین نکته ساده ما بعداً رد گزینه میکنیم. رد گزینه علمی میکنیم. مثلا بعضی موقع طراح دوست داره شما، حالا اسمش رد گزینه است، من اسمش میذارم تحلیل گزینه‌ها. دوست داره شما گزینه‌ها رو تحلیل کنید. ماجرا رو فهمیده باشی و تحلیل کنی. پس دوستان یه موضوع خیلی ساده، تا اختلاف دما وجود نداشته باشه انتقال حرارت رخ نمیده. ببندیم پروندهشو بره. اگه یه جایی هم صبر می‌کنم، میخوام شما اگر میخواین چیزی بنویسین یادداشت بفرمایید. اگر اختلاف دما نداشته باشیم فوق بدیهیه، خیلی بدیهیه که انتقال حرارت رخ نمیده. بعداً بهش میرسیم و بعضیا یادشون میره همین موضوع ساده رو. اولا اختلاف دما نیروی محرکه انتقال حرارت دیگه، نیرو محرک است. مثلا پمپ و اختلاف فشار که تو سیالات نیروی محرکه برای جریان ایجاد کردن، یا اختلاف ولتاژ که تو برق مبانی برق داشتیم، اختلاف ولتاژ نیرو محرکه برای جریان. خیلی مباحث ساده. بریم جلوتر. مکانیزم های مختلف انتقال حرارت چیا داریم ما؟ اسمای مختلف: رسانش یا هدایت یا کاندکشن. دبیرستان اسم اینا رو داشتیم همه رو. جابجایی یا همرفت یا کانوکشن. بچه‌ها جابجایی یا همرفت اسم دیگه‌اش انتقال حرارت وزشی. وزش، باد وزید. انتقال حرارت وزشی هم بهش میگن. این کلمه‌های انگلیسی وقتی به فارسی ترجمه میشن، خب هر کسی با سلیقه خودش یه جوری ترجمه میکنه. تشعشع یا تابش یا ریدیشن. حالا بریم هر کدوم از اینا رو بیسیکشو بگیم و برگردیم سراغ فرمولاشون. نه استثنای خاصی نداره. هدایت بچه‌ها، انتقال حرارت هدایتی. در این حالت از انتقال حرارت ناشی از حرکت ذرات تشکیل دهنده ماده.
حرکت بچه‌ها، منظور از حرکت تو اینجا یعنی جنبش یا ارتعاش در محل خود. الان رو شکل توضیح میدیم. این حالت از انتقال حرارت ناشی از جنبش یا همون ارتعاش در محل خود. کیا این کار رو انجام میدن؟ ذرات تشکیل دهنده ماده است. به عبارت دیگر در جایی که دما بالاتره، ذرات سازنده ماده انرژی جنبشی، یعنی همون ارتعاش بیشتری دارن و در اثر برخورد با ذرات مجاور انرژی رو منتقل میکنن به بغل دستی. حالا بیایم روی این شکل یه ذره واضح تر ببینیم این چیزا که خوندیم یعنی چی. این شکلی که اینجا میبینیم بچه‌ها، فرض کنین یه میله است، میله مکعبی، یه جسم جامد. آقا میتونه مایع هم باشه، بله. میتونه گاز هم باشه، بله. توضیح میدیم اول. شما علل حساب فرض کنید آقا این یه تیکه سنگ هستن، یه تیکه فلزه و این مولکولا که میبینید مولکولای اون سنگ است، مولکولای اون چوبه، فلزه، هر چیزی که هست. این طرفش مثلا در معرض خورشید، در معرض شعله آتش 100 درجه است، اون طرفش در معرض هوای عادی دماش 20 درجه است. این طرفش تو آب جوش، اون ورش تو آب سرد. این دایره ها مولکولای جسمن. آقا مولکولاست. خب مولکولای سنگ که از این ور پا نمیشن برن اون ور. این مولکولا هر کدوم در محل خودشون قرار دارن. کسی از محل خودش پا نمیشه راه بره اون ور. مثال میزنم. آقا شما فرض کنید اینا یک سری آدمن. بچا چک کنید این یه شخص الان توی صف وایسادن. اینا همه یه سری آدمن که پشت سر هم تو صف ایستادن. پس ما مولکولا رو تشبیه میکنیم به یه سری انسان. چرا فقط این ردیف رو آبی کردم؟ واسه اینکه این یکی ردیف که آبی نکردم و این یکی ردیف، اینا هم این همونن، فرقی ندارن. از اینا زیاد هست، از این ردیفا. بچه ما یکیشو به عنوان نمونه نگاه میکنیم. پس از این به بعد تو فصل بعدی که میریم من دیگه دایره های بالا پایین رو نمیکشم، همین یه ردیف رو میکشم کافی، همین یه دونه. مولکولای بالا پایین که الان سفید هستن دیگه تو فصل بعدی نمیکشیم، چون اونا همینن دیگه، فرقی نداره. حالا بچه این مولکول اول، این نفر اول که اینجا، این نفر اول ایشون کنار این منبع 100 درجه‌ایه. خب این انرژیش بیشتره، ارتعاشش شدیدتر، ارتعاش، و این ارتعاش زیادش ضربه میزنه به این بغل دستش، یعنی عملا انرژی رو منتقل میکنه به این بغل دستی. این بغل دستی هم ارتعاش پیدا میکنه، ضربه میزنه به این بغل دستی. هر کدوم اینا ضربه میزنه به بغل دستیشون. ضربه که میزنن اونم ارتعاشش یه ذره زیاد میشه، یعنی عملا دارن انرژی رو منتقل میکنن. تمام شد رفت. انگار که این صفی که اینجا آدمو وایستادن دارن یه بشقاب غذا رو دست به دست میکنن میره جلو. همین ضربه‌ای که به هم دیگه میزنن ما تشبیه میکنیم به این که این آدما تو این صف دارن ظرف غذا رو دست به دست میکنن میره جلو. از جایی که غذا هست به جایی که نیست. از جایی که انرژی بیشتره به جایی که انرژی کمتره. خب تعبیر ساده ایه. حالا ویژگی این نوع انتقال انرژی که بهش میگن هدایت اینه که این بندگان خدا همه تو صف وایسادن. هیچ کسی بشقاب غذا رو بر نمی‌داره خودش راه بره به ته صف. همشون ایستادن. این آشش هدایت یا همون رسانش، یا سه تا اسم داشت دیگه، رسانش، هدایت، کانداکشن، در محیط ساکن رخ میده. محیط ساکن یعنی اون آدما هیچ کدوم از صف بیرون نمیان بدون خودشون ببرن ظرف غذا رو برن ته صف. خیلی مهم و ساده است، در عین مهم بودن ساده است. پس یه حرفه‌ای میدونه که اسم هدایت اومد یعنی اون محیط آدماش، مولکولاش ساکنن، فقط سر جای خودشون دارن انرژی رو دست به دست میکنن، به خاطر ارتعاشی که دارن ضربه میزنن به بغل دستی انرژی رو منتقل میکنن. پس میتونیم بگیم هدایت
تو هر سه تا فاز جامد مایع گاز میتونه رخ بده. آره. مگه من گفتم این مولکولا جامدن؟ حتما نه. مولکولای مایع باشن، مثلا گاز باشن. شرط با این شرط که آقا کسی بلند نشه راه بره، قدم بزنه خودش بره اون ور اون ور. پس این از تعریف ساده هدایت. پس بعدن که خودتون دارین درس رو میخونین، به شخص فرضی درس میدین، باشه همین شکلی توضیح بدین آقا هدایت جمع‌بندی ساده کنین. یعنی یه سری آدم تو صف وایسادن، هیچ کسی از صف بیرون نمیاد، فقط بشقاب غذا رو دست به دست میده، بغل دستی میره. بشقاب غذایی چی؟ همون انرژی. در واقعیت چی؟ همون جنبشی که اینا میخورن به هم. تموم شد رفت. حل تا اینجا بچه‌ها. عدد 1 مثبت هر چیزی را دستتون هست بفرستین، اچ هم بفرستین برای حل خوبه. خیلی ممنون. پس یه حرفه‌ای میدونه که مکانیزم هدایت شرطش اینه که آقا محیط ساکن باشه. پس حالا جامد باشه، مایع باشه، گاز باشه، میتونه رخ بده. فقط اون جامد که مولکولاش ساکنن نمیشه. مایع و گاز هستن که مولکولاشون میتونن حرکت کنن، جریان به وجود بیاد. ولی خب اونا هم که الزاما همیشه جریان ندارن. پس یه حرفه‌ای میدونه مایع و جامدم، مایع و گازم میتونن هدایت داشته باشن. ولی بچه‌ها 99% مواقع تو کنکور ما هدایت رو تو فاز جامد بررسی میکنیم. ولی بدونید که اگه تو مایع و گازم بود هیچ مشکلی نداره. شرطش اینه مهندس ساکن بودن. اون آدما که تو اون صف وایسادن، این بندگان خدا که تو این صف وایسادن، فقط بشقاب غذا رو دست به دست کنن بره. بشقاب غذا همون انرژی است. هدایت سیال همه اینا رو ببینیم جلوتر می‌بینیم. همه رو می‌بینیم. عامل هدایت تو جامدات. ببینید بعضی جاها حالا خیلی دنبال مثال داریم برای این موضوعی که شما مطرح کردین، ولی لزومی نداره حتما مثال عینی ببینید. آقا شما یه مایع داشته باشین که توش جریان وجود نداشته باشه. یعنی چی باشه؟ ساکن ناشش. یه لیوان آب. جریانی نداره دیگه. پایین لیوان یه ذره گرم، بالای لیوان که سطح آزاد هوای سرد. اگه این اختلاف دما زیاد نباشه و آب شروع نکنه به تکون خوردن، مثل کتری که میذاریم میجوشه آب شروع میکنه به تکون خوردن، اون اسمش هدایت نمیشه. ولی اگر شماهای مهندس کاری کنین که آب همچون ساکن بمونه، خیلی تکون نخوره، یه طرف آب گرم باشه یه طرف سرد باشه، 100% اولا انتقال حرارت خواهید داشت ناشش. هر جا بین دو نقطه اختلاف دما داشته باشین بدون شک انتقال حرارت دارید. این که حالا انتقال حرارتش چیه تو کنکور شما لازم نیست خیلی بحث کنید. اگر دیدین اون محیط ساکنه بگین هدایت. ساکنه یعنی چی؟ یعنی جریان نداریم، آدما پا نمیشن برن این ور اون ور. اگر هم ساکن نبود میریم جلوتر بهش میگیم یه چیز دیگه. تموم شد رفت. شرط ها رو بدین. شرط. خب عامل هدایت تو جامدات چیه؟ یکی ارتعاش شبکه اتم‌هاست، همین مولکولا که به هم ضربه میزنن، و 2 الکترون‌های آزاد که حالا برای فلزاست، که حالا بحثش مفصله. الکترون‌های آزاد ما خیلی وارد علم مواد قضیه نمیشیم، در همین حد بدونین کافیه، خیلی هم ریزتر واردش نمیشیم. عامل هدایت این برای جامدات بود. عامل هدایت تو مایعات و گازها چیه؟ همون ماجرا است. برخورد مولکولایی که انرژیشون بیشتره به مولکولایی با انرژی کمتر. فقط برخورده. اینا تو صف رو به هم نمیزنن. کسی از صف بیرون نمیره پاشه بره این ور اون ور. خب اگه یه موقع این اتفاق افتاد چی؟ کسی از صف بلند شد، جابجا شد، رفت این ور اون ور، خب بهش میگیم جابجایی. اسمش روشه دیگه، جابجایی. آقا این جابجایی کجاهاست؟ واضحه که جابجایی بچه فقط تو مایعات و گازا رخ میده. شما یه تیکه سنگو بذارید، مولکولایی که تو دل سنگ هستن که جابجا نمیشن که، هر کسی سر جای خودش فیکسه. به اصطلاح میگن جسم صلبه. مولکولا سر جای خودشون هستن، ولی هوا، مایعات به راحتی میتونن تکون بخورن، جریان به وجود بیاد. جابجایی یعنی جریان داشته باشیم بچه‌ها.
اسمش رو شده دیگه جابجایی. میگه در این روش بچه‌ها داریم مکانیزم‌های مختلف انتقال حرارت رو بررسی می‌کنیم. هر از گاهی بچه‌ها وقتی میرسیم به وسط یه بحث چک کنیم ببینیم اصلا موضوع چی بود. موضوع ما مکانیزم‌های مختلف انتقال حرارت. وقتی داریم به اون شخص فرضی درس میدیم این نکات رو رعایت کنیم. داریم میریم جلو 2 صفحه 3 صفحه رفتیم جلو، عمیق شدیم تو ماجرا، یه لحظه به خودتون بگیم ببینم اصلا ماجرا چی بود، من دارم قسمت‌های مختلف چی رو میخونم، این بخش بندی‌ها چی ان اصلا. هر از گاهی یه دفعه بیاین بالا، از بالا به قضیه نگاه کنیم، خیلی هم ریز نشین تو قضیه. مولکولای گاز هم میتونن ساکن باشن آقای مهندس. هوای داخل اتاق، همین اتاقی که شما نشستین الان هیچ بادی اونجا وجود نداره، هیچ جریانی وجود نداره، ولی ممکنه دیوار سمت چپ خونه دماش 22 درجه باشه، دیوار این طرف 21 درجه. درست آقای مهندس؟ یه طرف خونه دیوارش 22، یه طرف 21، اختلاف دما هست. چون اختلاف دما هست قسم می‌خوریم که انتقال حرارت وجود داره. بعد از آقای هوایی که دور و براتون سوال می‌کنه، آقای هوا تو الان جریانی داری؟ میگه نه والله ما اینجا وایسادیم داریم می‌بینی دیگه. یه کاغذو بگی بالا یا اصلا نگاه کن ببین موهای سر تکون می‌خوره؟ نه. پس این هوای ساکنه تمام. هر چیزی ساکن بود، مایع، جامد، گاز، انتقال حرارت هدایت. حالا بیایم سراغ جابجایی. آقا جابجایی در این روش علاوه بر برخورد ذرات، توضیح میدیم این چی؟ حرکت توده‌ای وجود داره. توده یعنی همه مولکول‌ها با هم، توده، یه توده. حرکت وجود داره. واضحه، اصلا اسمش روشه دیگه، جابجایی، حرکت. فقط بچه‌ها وقتی مثلا باد داره میاد یا یه جریانی از آب داره حرکت میکنه، اینا در عین این که حرکت میکنن به هم ضربه میزنن، حرکت میکنن. ویژگی جابجایی که هدایت نداشت این حرکت کردن است. جریان، آقا ساده نیست، جریان داریم، آقا جریان داریم، خداحافظ شما بنویسین یعنی جریان داریم، ساده. پس بچه‌ها وقتی مولکولای مایع یا جامد جریان داریم تو لوله دارن میرن، اینا به هم ضربه هم میزنن و میرن، ضربه میزنن میرن. اینجا نوشته در این روش علاوه بر برخورد ذرات به یکدیگر حرکت هم وجود داره. این حرکت داشتنه بهش میگن جابجایی. میگه اگه هر دو تا اثر فوق مد نظر باشه، کدوم دو تا اثر؟ هم برخورد کردن و هم حرکت کردن، بهش میگن جابجایی، کانوکشن. و اگر فقط حرکت مد نظر باشه، کلمه ادوکشن میگن که خب ما کار خاصی باش نداریم. گفتم دیده باشیم فقط. ما با جابجایی کار داریم بچه‌ها، با کانوکشن. اصلا انقدرم ریز تو ماجرا نمیشیم. اصلا بریم جلوتر 2 جلسه، 3 جلسه، 5 جلسه، 10 جلسه دیگه خیلی این ریزه کاریای کانوکشن، ادوکشن اصلا با این کاری نداریم. اینا رو نوشتم که نیاز نباشه سراغ کتابی چیزی بریم. جابجایی فقط در مایعات و گازها رخ میده، واضحه. جریان فقط برای مایعات و گازاست دیگه. شما از سنگ نمیتونید آقای سنگ به مولکولای داخلت بگو جریان پیدا کنن. یعنی چی؟ پس جابجایی فقط برای مایعات و گازهاست. اگر بچه‌ها این حرکته یعنی جریان اگر این جریان به صورت اجباری باشه، یعنی چی؟ یعنی مثلا فن گذاشته باشیم، پمپ گذاشته باشیم، پنکه گذاشته باشیم، یعنی مجبور کنیم جناب سیال رو حرکت کنه، خب بهش میگن جابجایی اجباری. جابجایی اسمش رو شده اجباریه. forced convection که تو فصل 7 بهش میرسیم، فصل 7 تا 8. یه حرفه‌ای مینویسه که کجا میخوایم به فلان مبحث برسیم. forced convection بچه فصل 7 و 8 میشه. الان فقط داریم معرفی میکنیم، دمو داریم میبینیم. اگر حرکت سیال، حرکت چی بود؟ این جریان.
اگر اون جریانه به صورت طبیعی باشه، خودش آزادانه بدون اجبار به صورت طبیعی حرکت کنه، بهش میگن جابجایی آزاد یا طبیعی. میگم چجوری؟ بهش میگن free or natural convection. طبیعی آزاد، جابجایی آزاد طبیعی. حالا مثالش هم میریم با هم دیگه چک میکنیم. حالا دوستان خواهشمندم یه برگه دم دستشون باشه، وقتی سوال براشون پیش میاد یه جا بنویسن که تو تایمایی که می‌خوایم سوالا رو جواب بدیم تو اون تایم سوالا رو بپرسن، چون گفتم وقتی سوال میپرسیم تایپ میکنیم یه نوتیفیکیشن پایین میاد، ممکنه هم من هم بچه‌ها تمرکزشون به هم بریزه. خب بیایم اینجا بچه، شکل سمت چپ رو میخوام توضیح بدم. شکل سمت چپ بریم ببینیم چی میگه. بچه یه صفحه است، یه ورق، حالا این ورقه جنسش چی اصلا مد نظر ما نیست، یه ورقه، یه صفحه داغ، دماش تی اندیس اس سرفیس، تو بعضی تستا هم تی اندیس وال، دیوار، وال. نمادا رو بچه ها ببینیم خیلی خوبه بشناسیم نمادهای مختلف، ولی تو کنکور هر چیزی رو میگه اسمش هم میاره. مثلا میگه صفحه‌ای با دمای تی اندیس وال، حالا اون اندیس دبلیو چی ولش کن دیگه، گفته صفحه‌ای داریم با دمای فلان، حالا اون دبلیو چی. ولی یه حرفه‌ای بالاخره اینا رو یه دور از قبل دیده باشه و فلسفه‌شو بدونه چیه خوبه. سرفیس وال، حالا ممکنه بنویسه تی اندیس صفر. کسی که حرفه‌ای اصلا درگیر نمادها نمیشه. چرا؟ چون تو کنکور هر چیزی رو میگه فارسیش هم کنارش مینویسه. بنویسین اینا رو، مثلا خودمو درگیر نماد نکنم. یه جایی دفعه تیر بزرگ مینویسه، تیر کوچیک مینویسه. استاندارد دارن اینا، چون تیر کوچیک معنی زمان میده ولی بعضی جا معنی ضخامت میده. کسی که حرفه‌ای الکی با این چیزا خودش اذیت نمیکنه. یا من میرم نگاه میکنم خب نوشته فارسی شده دیگه. خب بچه اینجا یه پنکه‌ای هست که حالا دیگه فقط فارسیشو نوشتم پنکه، که داره هوا رو مجبور میکنه از روی این صفحه رد شه. پس این شکل نماد جابجایی اجباریه. زیرش می‌نویسیم نماد جابجایی اجباری. نماد جابجایی اجباری. کلاً صفحه افقی وقتی سیال بخواد از روش عبور کنه، این فعلشان فعلش سیاله. خب یه عاملی باید وجود داشته باشه دیگه، همینجوری که سیال نمیاد حرکت کنه. یعنی تو کنکور این کلمه پنکه رو نمی‌نویسن ها. مثلا آقا یه صفحه‌ای داریم، سیال داره از روش، یه صفحه افقی داریم سیال داره از روش رد میشه. خب شما پیش خودت میگی آقا سیال محض رضای خدا که نمیاد از روی صفحه افقی مثل کف زمین رد شه. یه علتی باید داشته باشه، پنکه‌ای باشه، یه فنی باشه. فصل 7 و 8 اینا رو بیشتر توضیح میدیم که وقتی میگن جابجایی و نمیگن آزاد یا اجباری، منظور اجباریه. جابجایی آزاد لفظش تو کنکور کامل میاد، میگن جابجایی آزاد، جابجایی طبیعی. آیا لازم الان اینا رو بدونیم؟ نه اصلا لازم نیست. لازم بود میگفتم بنویسید. ما فعلا فقط میگیم جابجایی چون اصلا نیاز نداریم. حالا بریم جلوتر تو فصل 2 3 4 میبینیم که اصلا بحث ما الان هدایته. ما فصل 7 به بعد میریم تو جابجایی. بچه این تی اندیس بی نهایت یا تی اینفینیت، این نماد چیه؟ دمای سیال آزاد. یعنی چی؟ بچه این سیاله تی اینفینیت مثلا فرض کنید دماش 20 درجه است. دمای کیه این؟ دمای هوا قبل از اینکه به صفحه برسه. مگه برسه به صفحه چی میشه؟ خب صفحه داغه دیگه، مثلا دماش 100 درجه است. خب اون ذرات هوا که دماشون 20 به محض اینکه بیان از روی صفحه رد شن دماشون عوض میشه دیگه. حالا چی میشه رو ما کاری نداریم. پس تی اینفینیت اگه میخواین اسمشو بنویسیم میشه دمای جریان آزاد. آزاد یعنی که هنوز رو صفحه نیومده. دمای جریان آزاد.
بچه ها بهش دمای سیال بالادست هم میگن. بالادست. اینجا بالادست جریانه، اینجا پایین دست. مثل رودخونه. بالای رودخونه، پایین رودخونه. چون جریان داره از سمت چپ میره به سمت راست، اینجا رو میگن بالا، اینجا رو میگن پایین. بالا و پایین اصطلاحی و اصطلاح ها، نه اینکه مثلا اونور ارتفاعش 5 متر اینور 2 متر. نه. یه اصطلاحه، اصطلاح. به اول جریان میگن بالا دست، به آخرش اینجا میگن پایین دست. بالا دست، پایین دست، یه اصطلاح. بالا و پایین فیزیکی نیست. پس بچه تی اینفینیت بهش دمای سیال بالا دست هم میگن. آیا فقط برای دما به کار میره؟ نه، برای سرعت هم به کار میره. مثلا شما این هوایی که داره میاد از روی صفحه رد شه، سرعتش رو خواستین نشون بدین، میتونین بگین u and this infinite. سرعت جریان آزاد، سرعت بالا دست. سوال: آیا این علامت بی‌نهایت همیشه میذارن؟ اصلا مهم نیست برای ما، اهمیتی نداره. گفتم فارسیشو مینویسه اونجا، پس درگیر اینا نشید. فقط داریم به خاطر حرفه‌ای شدن ته ماجرا رو در میاریم. خب بچه‌ها شکل سمت راست رو بریم تحلیل کنیم. شکل سمت راست، این اول از زیرش بنویسیم نماد جابجایی آزاد. جابجایی آزاد دو تا اسم داشته، آزاد، طبیعی. حالا فلسفه این اسم‌گذاری‌ها چیه؟ طبیعیش که معلومه دیگه، یعنی اجباری نیست، طبیعی. سیال خودش داره حرکت میکنه، طبیعی، کسی مجبورش نکرده. نماد جابجایی آزاد، آزادانه داره حرکت میکنه. حالا ببینیم چیه این ماجرا. این صفحه بچه‌ها همون صفحه شکل سمت چپ عمودی قرار داده شده. صفحه داغ عمودی. میخوایم اینجا کنار داغ یه عمودی هم بنویسیم. صفحه داغ عمودی. خب حالا چی میشه؟ یه صفحه داغ داریم، یه هوایی هم کنار دستش، حالا ممکنه مایع باشه، فرقی نداره. مولکولای هوا که به صفحه نزدیکن، مولکولای هوا که به صفحه نزدیکن، فلش کشیدم دارن میرن بالا. دلیل مفصل‌تر اینا تو فصل 9 خونده میشه. بچه‌ها جابجایی اجباری رو نوشتیم فصل 7 و 8 میرسیم بهش. جابجایی آزاد فصل 9. پس چرا الان داریم میگیم؟ چون باید مفاهیم اولیه‌شو بدونیم، چون نیاز داریم. مفاهیم اولیه‌شو نیاز داریم. ولی فرمولا و نحوه محاسبه انتقال حرارت و جزئیات جابجایی آزاد و اجباری تو فصل خودش. الان فقط مفاهیمشو میگیم. خب رفقا یه صفحه داغ عمودی داریم، مثلا شوفاژ. هوایی که کنارشه ازش سوال میپرسی که آقا برای چی داری میری بالا؟ میگه نگاه کن، رو مساویه با چگالی. بچه‌ها چگالی مساویه جرم تقسیم بر حجم. حجم هم معمولا یه خطی وسطش میذاریم که با سرعت قاطی نشه. سرعت v، همون v سرعت یه خط وسطش میذارن، دوباره v میخوننش v. بچه‌ها اینو v بخونید v. ولی برای اینکه با سرعت قاطی نشه یه خط اون وسطش میذاریم. خب رفقا چگالی جرم تقسیم بر حجم. اوکی. جرم تقسیم بر حجم. یه سری دوستان این مطالب رو بلدن. اوکی. ما چون گفتیم از 0 و زیر 0 شروع میکنیم و تا 100 میریم، خواهش میکنیم که اینا رو یه مقدار تحمل کنن تا برسیم به جاهایی که همه نمیدونن. خب میایم اینجا از آقای هوا یا خانوم هوا که کنار این صفحه داغ هست، این صفحه داغ است، سوال میپرسیم خب شما الان گرم میشی چی میشه؟ میگه من گرم بشم منبسط میشم، حجمم زیاد میشه. هوایی که بچه‌ها مولکولای هوا، اون توده هوایی که کنار صفحه هست، وقتی داغ میشه حجمش زیاد میشه. بله.
بعد ازش سوال میپرسیم آقای توده هوایی که کنار صفحه داغ هستی، جرمت چی؟ میگه خب جرمم که عوض نمیشه، من یه مقدار هوای مشخصم، یه مقدار 2 کیلو هوا هم اونجا، فقط داغ شدیم منبسط شدیم. میگیم آفرین. خب بعد میگیم آقای چگالی شما الان این مخرج داره زیاد میشه، صورت ثابته، خودت چی میشی؟ چگالی میگه من کم میشم. چرا؟ چون مخرج این کسب داره زیاد میشه، صورتش ثابت. مخرج زیاد، صورت ثابت. تموم شد رفت. پس چگالی کم میشه. چگالی که کم بشه سبک میشه و میره بالا. علت بالا رفتنشو بچه‌ها تو درس سیالات میخونید که اونا که چگالیشون کمتره میرن بالا، برای درس سیالات ما دیگه وارد اون قضایا نمیشیم. ولی همه در این حد میدونیم که وقتی چگالی کم بشه اون ماده سبک میشه. سبک میشه و حرکت میکنه به سمت بالا. میبینید بچه‌ها فلشای به سمت بالا کشیده. سبک میشه میره بالا. اینکه بعدش چی میشه دیگه حالا برای فصل جابجایی. حالا این اتفاقی که الان اینجا افتاد طبیعی بود، آزادانه بود، یعنی پنکه ما نذاشته بودیم، فن نذاشته بودیم. این هوا که الان اینجا داره میره بالا خودش داره میره بالا، به خاطر فن و پنکه و اجبار نیست. پس بهش میگن جابجایی طبیعی. پس اون موقع که داریم درس رو مرور میکنیم، داریم به یه نفر، به شاگرد خصوصی فرضی داریم توضیح میدیم، ببین آره دیگه، ببین آقا این خودش داره میره بالا، فن نذاشتیم، تمام شد رفت. فن بذاریم، پنکه بذاریم، مجبور کنیم جابجایی اجباری، اینجا نذاشتیم خودش داره میره بالا، جابجایی آزاد. دوستان اگه چیزی میخوان اضافه کنن اضافه کنن. خب من سوالا رو چک کنم. جی منظور گرانش، بچه این نماد جی که اینجا میذارن این میخواد نشون بده که آقا این صفحه عمودیه، یعنی در راستای گرانش. فقط برای اینکه نشون بده این بچه این جیه که اینجا میذارن میخواد نشون بده که این صفحه وایساده، عمودیه. ممنون، سوال خوبی بود. سوال بعدی رو چک کنیم. نه جهت صفحه اون، پس چرا سمت چپ نماد اجباریه؟ ببینید صفحه‌ای که افقیه، این صفحه‌ای که افقیه، این فلش‌های سیال هنوز به صفحه نرسیدن، پس یه چیزی داره اینا رو حرکت میده، پنکه. ولی این صفحه‌ای که اینجا هست، این صفحه‌ای که اینور هست، سیال کنارش به خاطر داغ شدن و سبک شدن داره میره بالا. من خاطر بهش میگن جابجایی آزاد. گفتم ما جلوتر بریم تو فصل 7 8 9 برسیم میگن جابجایی آزاد رو میگن، اجباری رو میگن. خیلی اذیت نکنه خودتون رو. انتقال جرم قاطی نکنیم با اینجا. بله دوستان سوالا رو میتونن بپرسن. عبارتهای انگلیسی در همین حدی که تو جزوه نوشتیم فارسیشو می‌نویسن معمولا تو کنکور. برای حرفه‌ای بودن بهتره که ارتباط برقرار کنیم با ایناش. فرق کانوکشن و ادوکشن. کانوکشن بچه‌ها، کانوکشن یعنی هم حرکت سیال مد نظرمون باشه و همین که در حین حرکت اینها دعوا هم میکنن، تو سر کله هم میزنن. چون فرض کنید یه عده‌ای دارن میدوئن، یه عده‌ای دارن میدوئن فرار میکنن، بعد به همدیگه ضربه هم میزنن. به جمع این دوتا هم میگن کانوکشن. ولی اگر فقط حرکت مد نظر باشه، فقط دویدنه، بهش میگن ادوکشن. اوکی آقای مهندس؟ ریز نمیشیم روی اینا چون اصلا به درد کنکور نمیخوره. فقط اسمشو میخواستم شنیده باشید. جی شتاب جاذبه.
جی شتاب جاذبه است بچه، شتاب صفر. صفحه افقی جابجایی اجباری داره. تو فصل جابجایی آزاد که برسیم در مورد صفحه افقی و اینکه کی صفحه افقی جابجایی آزادش مهمه، جابجایی اجباریش مهمه، حتما صحبت میکنیم. ببین آقای مهندس، مثلا شما یه صفحه افقی اینجا داشته باشین، این آشش، این صفحه افقی داغ. بالاخره مولکولای هوایی که اینجا هستن اینا رو تو فصل 9 میخونیم ها، اینا هم داغ میشن میرن بالا، بعد که میرن بالا سرد میشن برمیگردن پایین. همه اینا رو میخونیم. من گفتم این شکلی که اینجا کشیدم نماد جابجایی اجباریه. چرا؟ چون یه سری فلش اینجا کشیده شده، این فلشا چک کنیم، یه سری فلش کشیده اینجا، یعنی یه مهندس حرفه‌ای میدونه که آقا یه پنکه‌ای هست که یه جریانی رو داره از روی صفحه رد میکنه. اوکی؟ ولی ما تو فصل جابجایی آزاد که برسیم صفحه افقی هم داریم که جابجاییش آزاد باشه، یعنی پنکه منکه کنارش نباشه، صفحه داغ باشه، خود هوا حرکت کنه بره بالا. پس بچه‌ها جابجایی خوب گوش کن، همه گوش کنن، جابجایی اجباری که در اثر پنکه و ایناست، جابجایی آزاد که سریال خودش گرم میشه میره بالا، هم برای صفحه افقی داریم اینا رو، هم صفحه عمودی. شما الان صفحه عمودی که اینجا هست بچه‌ها همه نگاه کنن اینجا رو، این شکلی رو. صفحه عمودی که اینجا هست، خب شما این زیرش پنکه هم میتونیم بذاریم، پنکه بیاد هوا رو از روی این عبور بده. یعنی صفحه عمودی هم میتونه جابجایی اجباری داشته باشه، هم جابجایی آزاد. تو کنکور چیکار کنیم؟ خودش میگه. تموم شد رفت. تو کنکور خودش میگه. اذیت نکنین خودتونو. میگه. صفحه افقی چی؟ سیال رو میتونیم هم با پنکه هول بدیم از روی این صفحه افقی رد شه که میشه جابجایی اجباری. هم میتونیم پنکه نداشته باشیم، یه صفحه داغ داشته باشیم که افقی باشه، هوا روش گرم شه خودش بره بالا. یعنی صفحه افقی جابجایی آزاد هم میتونه داشته باشه. چه کار میکنیم تو کنکور؟ خودش میگه. تمام شد رفت. اذیت خودتون رو نکنید. اینجا فقط داشتیم مثال میزدیم. بقیه سوالا رو بخونم. آقای مهندس عبدالله جلوتر سوال شما رو جواب میدم، یکم صبر کنید، جزء مباحث درسی مونه. اگه پرسیده باشه دلیل انتقال طبیعی اختلاف دماس یا اختلاف دانسیته تو فصل جابجایی، اینا رو مفصل تر صحبت میکنیم. جفتشه آقای مهندس، جفتش. جزوه رو پرینت بگیم. حالا این جلسه اول حالا نشد کامل بنویسیم، یه تیکر رو بازپخش ببینیم. در یک اتاق که هوا ساکن هست اختلاف دما بین دو دیوار باعث انتقال حرارت میشه و از طرفی الان فرمودید که این دما باعث جابجایی میشه. حالا آیا انتقال حرارت هدایت است یا جابجایی؟ ای مهندس اگر اختلاف دما در حدی باشه، اینا همش برای فصل جابجایی یا بچا مفصل، یعنی دوستان نمیخواد چیزی بنویسن، تو فصل جابجایی میخونیم که هر اختلاف دمایی نمیتونه اونقدر چگالی رو تغییر بده که هوا دچار حرکت بشه. یعنی یه رنج خاصی داره که دما باید اونقدر اختلاف داشته باشه که این سبک شدن قشنگ واضح بشه و حرکت ایجاد بشه. حل شد آقای مهندس؟ تو سوالای کنکور الان میریم میبینیم، یا صاف میگه ساکن، شما میگه هدایت، یا به یه نحوی به شما میگه حرکت داریم، میگیم جابجایی. یا همین راحتی به شما میفهمونه که اون هوای ساکنه یا در حال حرکت. اگه ساکن بود میگین هدایت، در حال حرکت بود میگین جابجایی. همین راحتی. یعنی اینکه ما چه بخوایم مد نظر بگیریم، کانوکشن و ادوکشن یا اون سیال اینطوریه. نه در حد تعریف اون کانوکشن ادوکشن ممکنه بچه‌ها بپرسن ها، که مثلا اگر
هم برخورد ذرات و هم حرکت ذرات مد نظر باشد به آن چه میگویند؟ گزینه‌ها کانوکشن، ادوکشن. در حد تعریف ممکنه بپرسن، درگیرش نشید. خب یه نکته هم در مورد درس خوندن بچه‌ها، وقتی شما یه صفحه 2 صفحه میخونین میرین جلو، حالا اینجاها نه، اینجا چون چیز خاصی هنوز نگفتیم، برگردین و یه مرور کنین سریع. مثلا 2 صفحه 3 صفحه رفتین جلو، یه مرور سریع انجام بدین، جارو کنین، چون تو ذهنتون الان پخش و پلا هن، 2 3 صفحه پخش و پلای نکاتش. وقتی میایین از اول این 2 3 صفحه رو نگاه میندازین، هر 2 3 صفحه یه بار میشه این کارو کرد. انگار که یه سری وسایل رو کف اتاق ریخته، مثلا شما در اتاق رو باز کردین، به اینجوری وسایل انداختین تو اتاق. وقتی شما دارین درس میخونین همینجوری صفحه 1 رو میخونین، یه سری نکات میندازین تو سرتون. صفحه 2 رو میخونین، یه سری نکات دیگه میذارین تو سرتون. در اتاق رو باز کردین، یه سری وسایل میندازین تو اتاق. خب از یه جایی به بعد بهتره که بریم اون وسایل داخل اتاق رو جمع کنیم یه گوشه. برای ذهن چجوری میشه این کار رو انجام داد؟ هر 2 3 صفحه یه بار برگردیم یه مرور سریع انجام بدیم. اوکی؟ چشمای مهندس، من تو تایمای استراحتم حتما در خدمت خواهم بود. ولی اصل سوالای مشاوره‌ای و برنامه‌ریزی و سوالای غیر درسی بمونه انتهای کلاس. خب اینم از این موضوع. حالا اینجا که چیز خاصی نداشتیم، شما هدایت رو تعریف کردیم، جمع‌بندی. بچه جمع‌بندی یعنی که یه نگاه کلی بندازیم، بعد بتونیم به اون آدم فرضیه توضیح بدیم. تو 2 دقیقه 3 دقیقه بهش توضیح بدیم. حالا من بخوام اینجا رو توضیح بدم، میگم خب ببین یه نگاه کلی می‌ندازم جزوه رو، بعد جزوه رو می‌بندم یا اصلا نگاه نمی‌کنم بهش، میگم خب ما تو این صفحه چی داشتیم؟ مکانیزم‌های مختلف انتقال حرف تعریف کردیم، سه تاشو به خودم میگم. هدایت چی بود؟ خلاصش. هدایت یعنی آقا اون رفقایی که اونجا هستن تو صف همونجوری ساکن وایسن، کسی از جاش تکون نخوره، راه نره. تمام. جابجایی چی بود؟ یعنی که جریان داشته باشیم. تمام شد. یه دقیقه هم نشد. کل صفحه رو مرور کردم برای خودم. خب بچه‌ها این صفحه داغ بود. کو اینا. این صفحه داغ. خب صفحه سرد اینجا بررسی کنیم. صفحه سرد عمودی. یه صفحه سرد، مثلا یه تیکه ورق گوشین توی یخچال خنک شده. میارنش بیرون. بچه‌ها اینا 3 بعدی انا، صفحه یه ورقه. ما 2 بعدی میکشیم. یعنی اینکه حالا کشیدنش زیاد سخت نشه. یه ورق سرد. خب هوایی که کنارش هست. بچه‌ها من اینو از حالت 3 بعدی بودن در میارم، فقط میخوام شکل ساده رسم بشه. این مولکولای هوا که کنار صفحه هستن، هر دو طرفش. خب مولکولای هوا که کنار صفحه هستن عکس این رونده براشون رخ میده. چرا؟ تعریف چگالی رو می‌نویسیم. رو مساوی جرم تقسیم بر حجم. این توده هوا که جرم مشخصی داره، این ثابت. این توده‌های هوا چون در معرض سردی صفحه قرار میگیرن، حجمشون کم میشه، منقبض، حجم کم، جمع میشن دیگه. خب وقتی یه کسر داشته باشیم صورتش ثابت باشه، مخرجش کم شه، کل اون کسر زیاد میشه، پس چگالی زیاد میشه. چگالی زیاد میشه یعنی سنگین میشه. کی سنگین میشه؟ این توده هوای اینجا سنگین میشه، این توده هوای اینجا هم سنگین میشه و اصطلاحاً ریزش میکنه به سمت پایین. هیچ کس هم بهش نه پنکه گذاشته بودیم، نه فن گذاشته بودیم. خودش آزادانه و با انتخاب طبیعی خودش داره این کار رو انجام میده. پس بهش میگن جابجایی طبیعی یا آزاد. فن هم میتونیم بذاریم، ولی خب فن رو بررسی کردیم. اصلا فن من دیدی تمومه، جابجایی اجباریه. میخوایم فن نباشه ببینیم چیز دیگه ای میتونه جابجایی ایجاد کنه یا نه. بله داریم میبینیم. عوض شدن چگالی یعنی همون سبک شدن و سنگین شدن در اثر سرد و گرم شدن میتونه جریان ایجاد کنه. جریان دیگه. جریان یعنی جابجایی.
اجباری بوده؟ نه، خودش این کارو کرده. چه جابجایی آزاد. یه جایی که مکس میکنین شما زحمت بکشین بنویسین. خب رفقا، جمع‌بندی. شما وقتی یه صفحه گرم داشته باشین، سیال تمایل داره به سمت بالا حرکت کنه. این کیس وقتی صفحه سرد داشته باشین، سیال مجاورش تمایل داره به سمت پایین حرکت کنه. بخاری و شوفاژ مثال واضحشن دیگه. بخاری، شوفاژ، شما یه ذره نگاه کنین هوای کنارش داره میره بالا. پس تو ذهنتون برعکس کنین. صفحه سرد، جسم سرد داشته باشین، سیال کنارش دوست داره بریزه پایین، بیاد پایین. صفحه گرم، جسم گرم داشته باشیم، هوای کنارش تمایل داره بره بالا. بخاری و شوفاژ تو ذهنتون. صفحه سرد برعکس بخاریه، یعنی حرکت به سمت پایین خواهد بود. اینا رو لازم داریم امروز. پس دوستان حتما برای خودشون بنویسن. سیال کنار جسم گرم، صفحه گرم قرار بگیره، تمایل داره بره بالا. و بالعکس، کنار جسم سرد، صفحه سرد قرار بگیره کی؟ سیال کنار جسم سرد، صفحه سرد قرار بگیره، تمایل داره بیاد پایین. تمام شد. نه فرمول لازمه بنویسیم. این رو مساوی ام وی رو نوشتم که با دلیل بگم. و یعنی بخاری و شوفاژ اینا رو همه دیدیم دیگه، هوا کنارش میره بالا. دود سیگار رو دیدیم میره بالا، گرم میشه میره بالا، شعله‌های آتیش میرن بالا. جمع‌بندی این صفحه: هدایت یعنی اون محیط ساکنه، جابجایی یعنی حرکت داریم. حرکت، جابجایی اسمش رو میشه دیگه، جابجایی، جابجا میشن، حرکت داریم، جریان داریم. صفحه افقی هم میتونه جابجایی اجباری داشته باشه، پنکه بذاریم. هم میتونه خیلی داغ باشه، هوا کنارش بره بالا، جابجایی آزاد. پس فکر نکنید هر موقع صفحه افقی دیدین حتما قسم بخوریم که جابجاییش فلان است. نه، خود سوال میگه، اذیت نکنید. صفحه عمودی چی؟ میتونیم پنکه بذاریم جابجایی اجباری ایجاد کنیم. میتونیم پنکه نذاریم، صفحه گرم باشه یا سرد باشه، هوا خودش بالا و پایین بره، بشه جابجایی آزاد. تموم شد. خود سوال میگه تو اون فصله که نیاز داریم. ولی فعلا تو این فصل بعد گرم و سرد بودن رو بدونیم که چه نوع جابجایی ایجاد میکنه، به سمت بالا یا به سمت پایین. خب یه سوال با هم ببینیم. بچه‌ها درسنامه رو که داریم مهلت میدیم با ما بنویسیم، کامل کنیم. تستایی که میخوایم حل کنیم این تستای انتهای فصله، انتهای جزوه. تستایی که میخوایم حل کنیم و در چند ثانیه وقت میدم خودتون بخونین، من نخونم صورت سوالو. خیلی مهمه که خودتون بخونین. حالا قلم کاغذم دم دستتون باشه، خوابتون نبره. حتی نمیرسیم خیلی تایم بدیم که شما حل کنین، چون خیلی دیگه دوره طولانی میشه. یه جایی که حل تست کوتاهه، حالا از شما خواهش میکنیم که گزینه بگیم. ولی جایی که حل تست یه ذره طولانی، زمان زیادی میبره، ممکنه بچه‌ها خوابشون ببره و دوست نداشته باشن کل دورمون خیلی طولانی بشه، دیگه اونا رو خودم حل میکنم. ولی سوال خودتون بخونید بچه‌ها، خوب گوش کنید، سوال خودتون بخونید. حالا فعلا که خیلی درس ندادیم، فصله بعدی که میرسیم تحلیلش رو انجام بدید. بچه‌ها خیلی مهمه. چی مهمه؟ گوش کنید چی مهمه. ببینید خیلی مهمه که شما یاد بگیرید وقتی یه سوالو میخونید چجوری باش برخورد کنید. یعنی چی؟ یک، یه حرفه‌ای وقتی سوالو میخونه، سوالی که خصوصا مسئله هستن و عدد دارن، یا حالا مثلا یه حالت نیمه مسئله دارن، یه حرفه‌ای اولین کاری که بعد از خوندن سوال میکنه اینه که گزینه‌ها رو نگاه میکنه.
باید بنویسیم اینا رو، یادتون نره ها. ما متاسفانه کلی این موارد توضیح میدیم، بعد آخرش دانشجو میره آخرش سر جلسه کنکور سوالو میخونه بدون اینکه گزینه‌ها رو نگاه کنه، شروع میکنه حل کردن، بعد میره گزینه‌ها رو نگاه میکنه میگه اگه گزینه‌ها رو نگاه کرده بودم مثلا فلان کارو تو حلم انجام نمیدادم، چون گزینه‌ها گفته بود که جواب چه شکلیه تقریبا یا چی میخواد. حالا دلیلش رو الان نمیتونم خیلی باز کنم. یه حرفه‌ای سوالو میخونه اول گزینه‌ها رو نگاه میکنه، و دو، یه حرفه‌ای وقتی یه سوالو میخونه و گزینه‌ها رو نگاه میکنه، قبل اینکه دست به قلم بشه حل کنه معمولاً یه چند ثانیه روند حل رو تو ذهنش مرور میکنه، میگه خب اول اینو به دست میارم، بعد میذارم تو اون فرمول، آها یه بشکنم میزنه، شروع میکنه حل کردن. ولی غیر حرفه‌ای چیکار میکنه؟ سوال میخونه بدون فکر شروع میکنه اولین فرمولی که بزنه مینویسه، میره جلو، دو سه دقیقه میگذره میگه اصلا اینو نباید نوشتم، دوره از اول، دوباره بدون فکر یکی دیگه مینویسه، میره جلو میگه اینم نبود، اصلا چی دارم مینویسم من، چرا اصلا این نیروها رو اینجوری کشیدم، چرا فلان کردم، چرا اینو نوشتم. بعد از دو سه بار سعی و خطا میفهمه که بعد چیکار میکرده. ولی اونی که حرفه‌ایه یه 5 ثانیه 10 ثانیه 15 ثانیه جلوی خودش رو میگیره، میذاره فکر میکنه که فلانی ببین اگه اینو بخوای به دست بیاری از این دما به دست میاد، دما رو میبری میذاری تو اون فشار به دست میاد، فشار رو میذاری تو فرمول فلان، کار به دست میاد مثلا. خب چقدر شدیم؟ 7 8 ثانیه. این 7 8 ثانیه میتونه 5 6 دقیقه شما جلو بندازه. خب دوستان پرسیدن که اگر گرانش نداشته باشیم جابجایی نداریم، قطعاً سبک شدن و سنگین شدن وقتی معنی داره که گرانش داشته باشیم. تو فصل جابجایی مفصل آقای مهندس اینا رو همه رو توضیح میدیم که در خارج از جو زمین، مثلا داخل سفینه هایی که فضانوردا هستن، اونجا هم توش هوا هست دیگه، اونجا اصلا سبک شدن سنگین شدن معنی نداره که الان وقتش نیست، اینا رو اونجا توضیح میدیم. برای اجباری فرقی نمیکنه صفحه سرد باشه یا گرم، نه. جابجایی آقای مهندس، جابجایی یعنی جریان داشته باشیم، اجباری یعنی یک کسی مثل پنکینا داشته باشیم. حالا اینکه هوای گرمه، صفحه گرمه، کدوم گرمترن اصلا اهمیت نداره، ولی حتما باید اختلاف دما داشته باشیم که چی رخ بده آقای مهندس؟ انتقال حرارت. احسن. حالا صفحه گرمه، صفحه سرده، اینا رو مفصل‌تر همه رو خواهیم دید. بچه‌ها سوال اول خب سوال اول این بالا می‌بینید دیگه بچه‌ها، ببینید من یه پی دی اف اینجا دارم جزوه است، اینو ببینید، جزوه درس‌نامه. تستا رو من جدا کردم که هی نخوام تو این جزوه برم انتهاش تستا رو بیارم. تستا رو توی پی دی اف دیگه آوردم که برای شما انتهای جزوه‌تونه. یه پی دی اف هم اینجا هست HTS1 HT هیت ترانسفر، چون سیال ترمو رو اسکوزریش یه جور دیگه انجام میدم، HT میشه انتقال حرارت، S1 جلسه 1، اینم که تاریخ. این چیه؟ این پی دی اف رو من به شما میدم هر جلسه بچه‌ها. این پی دی اف تستایی که حل می‌کنیم پاسخشه. پاسخ تستایی که حل می‌کنیم. پاسخ تستایی که حل می‌کنیم و نمیخواد بنویسیم. این به شما پی دی افش داده میشه. سوال اول دوستان، سوالایی که من خواهش میکنم گزینه بگن، خواهش میکنم هر موقع من گفتم گزینه بگن. چرا؟ چون میخوام همه قشنگ فکر کنن، استرس نگیرن، یه دفعه طرف داره فکر میکنه یه دفعه اونور یه خروار گزینه بچه‌ها تایپ میکنن، تمرکز به هم میریزه. 20 30 ثانیه همه فعلا سوالو بخونن، هر موقع ما خدمت شما عرض کردیم شما لطف بفرمایید و گزینه بگین. فعلا همه سوال بخونن. دوستان گزینه بگن. احسنت. عالی. خیلی تست ساده ای بود، درسته؟ اگه درسته مثبت بفرستین. اصلا شوخی بود. گزینه 4. شاید باورتون نشه ولی این سوال کنکور 1400 بوده. مهندسی شیمی 1400. سوال همین امسال بوده.
تو مکانیک هم از این سوالا داریم، تو هوافضا هم داریم، تو بیوتکنولوژی. همه بچه‌ها که حالا تو رشته‌های مختلف با من کلاس دارن، تو بیوتکنولوژی، رشته‌های مختلف داریم. بعضیا فکر میکنن که همه سوالای کنکور سختن و جنگ دارن با شما. خیر، اصلا اینجوری نیست. این سوال همین امسال بوده. بله. مهندسی شیمی 1400. تو مکانیک هم گفتم اینا داریم. رشته‌های مختلف تست آسون هم داریم. کسی با شما دعوا نداره که همه سوالا رو بخوان سخت بدن. جواب گزینه 4. تموم شد رفت. بعضیا شک میکنن و نمیزنن. حرفه‌ای‌ها اینجوری نیستن. حرفه‌ای میدونه که آقا چارچوب این ماجرا چیه دیگه، نکته خاص داشته باشه، فلان داشته باشه، نداریم که. گفته که کدام یکی از مکانیزم مربوط به انتقال گرمای جابجایی. خب تو جابجایی گفتیم حرکت داریم دیگه. خداحافظ شما. تموم شد رفت. این از این. الان صدا دارن دوستان؟ اوکی. خب دوستان بالا سمت راست ادوبی کانکت، بالا سمت راست یه سری حالت آنتن، مثل آنتن گوشی، چند تا خط هست که وقتی اینترنتتون خوب باشه اون کاملا پره. یعنی هر از گاهی اگر می‌بینید صدا میره، اگه مشکل از طرف من باشه که برای همه صدا قطع میشه. ولی اگر حتی یک نفر سر کلاس صدای منو خوب بشنوه، یعنی اینترنت من مشکل نداره. بریم ادامه درس. یه چند دقیقه دیگه آنتراک میدیم. تشعشع چیه این تیتر رو برای چی زده؟ از خودتون سوال می‌پرسید. داشتیم چی رو بررسی می‌کردیم؟ گم نشه دیگه درسمون. داشتیم مکانیزم‌های مختلف انتقال حرارت رو می‌گفتیم، هدایت رو گفتیم، جابجایی رو هم گفتیم، نوبت تشعشع یا تابش یا ریدیشن. در این روش انتقال حرارت توسط امواج الکترومغناطیس. بچه‌ها امواج الکترومغناطیس زیاد اصلا واردش نمیشیم. بحث همون فوتون ها و اون فیزیک جدید که میخوندیم اوناست. پس مفهوم اینو واردش نمیشه. امواج الکترومغناطیسی اینا رو نمیخواد بدونیم چیه، فقط در حد اون فوتون و بسته های انرژی. پس در این روش انتقال حرارت توسط امواج الکترومغناطیس که تو همین تست مهندسی شیمی 1400 میبینید تو یکی از گزینه‌ها آورده بود اینو، امواج الکترومغناطیس. شاید سال بعد همینو دادن گفتن تشعشع کدام است. در این روش انتقال حرارت توسط فلان که با سرعت نور حرکت میکنن، بسته‌های انرژی، فوتون. بچه‌ها مکانیزم تشعشع برخلاف دو مکانیزم دیگه چیا بودن؟ هدایت و جابجایی. مکانیزم تشعشع برخلاف دو مکانیزم دیگه نیاز به اون آدما که تو صف بودن. محیط مادی یعنی اون مولکول ها، اون آدما که تو صف بودن، بشقاب غذا رو جابجا می‌کردن. تو هدایت اون آدما تو صف فقط باید وای می‌سادن، دست به دست بشقابو میدادن میرفت. تو جابجایی اون آدما میتونن بشقابه رو بگیرن دست خودشون، راه هم برن. تو هدایت اون آدما که انرژی رو منتقل می‌خواستن کنن تو صف وای می‌سادن، فقط دست به دست بشقابو میدادن میرفت ساکن. تو جابجایی اون آدما، اون بشقاب یعنی انرژی، میتونستن بردارن راه برن، خودشون ببرن برسونن به مقصد. پس هم تو هدایت هم تو جابجایی یه سری آدم، یه سری مولکول وجود داره، بهش میگن محیط مادی. ولی تشعشع اصلا نیاز به اینا نداره. تشعشع یه سری بسته‌های انرژی داره، پرت میشه. اون وسط اصلا آدمی نیاز نداریم که اینو دست به دست کنه یا خودش برداره ببره. پس بچه‌ها تشعشع در خلأ نیز میتواند انجام شود. اون نیزش رو هم دقت کنید، چون بعضی فکر می‌کنن تشعشع فقط تو خلأه. نه، اصلا اینجوری نیست. مثال میزنیم الان. تشعشع برتری که نسبت به هدایت و جابجایی داره اینه که آقا هدایت جابجایی تو خلأ اصلا معنی نداره. تو خلأ یعنی جایی که مولکول وجود نداره. خب کی میخواد دست به دست کنه بشقابو؟ کسی نیست اصلا.
پس هدایت و جابجایی یه مهندس، یه حرفه‌ای باید هدایت و جابجایی اصلا تو خلا معنی ندارن، رخ نمیدن. هدایت و جابجایی تو خلا، جایی که مولکول نداریم، اصلا معنی نداره. کی جابجا بشه؟ کی؟ چیزی نیست که. هدایت هم نداریم تو خلا. مولکولی نداریم که بشقابا رو دست به دست کنه. پس می‌نویسیم که هدایت و جابجایی اصلا تو خلا رخ نمیده، معنی نداره اصلا. ولی جناب تشعشع تو خلا میتونه انجام بشه. اون بسته‌های انرژی میتونن حرکت کنن، حالا مکانیزمش پیچیده است. بحث بعدی که داریم بچه‌ها اینه که تشعشع فقط تو خلا نیست. الان خورشید که داره تشعشع میکنه، این جناب خورشید، اینم جناب زمین، اینم اتمسفر دور زمین. خب اینجا که خلاه، خورشید بسته انرژی رو میفرسته میاد. این تیکه مسیر تشعشع تو خلا داره راه میره میاد جلو، بسته انرژی دیگه پرت کرده. بعد میاد داخل جو زمین. داخل جو زمین چی؟ هوا، محیط مادی. این جناب تشعشع میاد از محیط مادی هم رد میشه میرسه به سطح زمین. پس تشعشع هم تو خلا میتونه منتشر بشه، هم تو هوا، محیط مادی. یه موقع این سوء تفاهم پیش نیاد، چون بعضی این کلمه نیز رو نمیخونن، میخونن تشعشع در خلا انجام میشود. غلطه. تشعشع در خلا هم میتواند انجام شود. اصلا برتری تشعشع همینه. خب چک کنیم سوال دوستانو. یه ذره مکانیزمش پیچیده است آقای مهندس عزیز. تشعشع رو دوست دارم باز کنم، ولی بحث امواج الکترومغناطیسی و اینا نمیتونیم واردش شیم. شما فقط بپذیرید که اگر دو تا جسم اختلاف دما داشتن انتقال حرارت رخ میده. این که حالا این انتقال حرارت هدایت جابجایی تشعشع خود سوال کنکور اشاره میکنه. نمیتونیم خیلی ریز شیم تو دل امواج الکترومغناطیس و اینا رو نمیشه وارد کرد. خب جنبندی تشعشع هم که انجام دادین، ما تقریبا 2 ساعت یه بار آنتراک میدیم. الان 2 ساعت شده دوستان. یه استراحت هولوش 25 دقیقه، هولوش 25 دقیقه دوستان استراحت کنن. تو تایم استراحت هم قشنگ استراحت انجام بشه. اگه میتونین دراز بکشین، چشا رو ببندین، خوب استراحت کنین که برای تایم بعدی ذهنتون بکشه. ترجیحاً هم حالا آب، چای، خوراکیای ساده، ترجیحاً میوه داشته باشین کنار دستتون که خوب انرژی برگرده. من ضبط‌ها رو متوقف کنم.